سریع برم استودیو که دیرم نشه. میکاپم به نظرم اوکی هست. حالا میریم استودیوی کامیار بننچی که برای مزون شکرانی میخوایم عکاسی کنیم. وای من دیگه انقدر خستم نای حرف زدن ندارم. عکاسی تموم شد. از ساعت 4:30 فکر کنم شروع کردیم. الان نمیدونم چند 8:45 یا 10 دقیقه به 9 8:30 این حدود است. ولی چیزای خوبی در اومد. بارونم باریده. وای خوب بود. خوش آمد.